خب من عنوانش رو میذارم کپس، همون کانکریت آرک پری ساپورتینگ سیستم. دو اسمش رو میذارم چون قبلا یکی ساختم توی هم پوشه گذاشتم. شرکت شما HT میذارم. اینجا میتونید لوگوی هر شرکت هست اینجا کلیک کنیم، یه عکس انتخاب کنیم به عنوان لوگو همیشه نشون داده بشه. اینجا هم کامنت هم که توضیحاته. خب پلین استرین باشه، کرنیش صفحه‌ای و 15 نوده واسه دقت بیشتر. این واحدها متر و کیلونیوتن و دینا اوکی ان. خب من ایکس مینیمم رو منفی 100 و 110 بگیرم، 120 تقریبا اونم. آره دیگه تقریبا میخوام از هر طرف 100 متر جا داشته باشه. حالا اینجا 220 میشه در مجموع، میتونم اینجا رو 90 و 110 بدم، زیاد فرقی نمیکنه. وای مینیمم رو من از میخوام که مبدأ مختصاتم گوشه پایین سمت چپ اون هندسه ایسکان بشه، یعنی پایه شم زنگوله این باشه. از اونجا به پایین منفی 45 متر و از اونجا به بالا 35 و 36 متر در نظر میگیرم. هرچند این ایکس مای ایکس مینیمم زیاد تاثیر نداره روی نشون دادن این ابعاد، این کادر فقط تاثیر خودشو میذاره، چون این ایکس وای مین رو ما با برهول در از تعیین میکنیم دقیقشون. و هم اینجا اوکی میدم، این قسمت هم میبندم چون اینجا استفاده نمیشه. خب اینجا شروع میکنم، یک برهول میزنم، حالا هر جا خواستم من اینجا میزنم، حالا فرق نمیکنه. اد میزنم. خب گفتیم که لایه هامون به صورت 0 تا 2 متر 2 تا 15. یک لحظه من خب گفتیم که لایه به این صورته 0 تا 2 متر 2 تا 15 15 تا 30 و بیشتر از 30. خب از اون من هندسه رو چون دیدم مسلطا میدونم از قسمت پایین اون، یعنی کف اون شمای زنگوله‌ای از اون پاشنه تا سطح زمین فاصله‌اش چه مقداره، تاپش میشه 35 ممیز 33 صدم متر. خب من حالا میخوام اون ضخامت اینجاست، حالا صدا باید باشه دیگه، نکن اینجاست. در از من قرار ایسکامو از اینجا به بالا ترسیم کنم، پس از این پایین تا اون سطح زمین 35 و 33 صدم متر. خب ضخامت لایه رو میخوام الان ترسیم کنم. 2 متر ضخامت میشه 33 ممیز 33. این ضخامت. اد میزنم یه لایه دیگه. خب بالاییش میشه، تاپش میشه کف این لایه دیگه به صورت خود به خود. این میشه اینجا دیگه. حالا پایین این میشه 15 متر، میشه 20 و 33. خب اینم 0 تا 2 2 تا 15. یه عدد دیگه میزنم. خب از 20 و 33 تا حالا قراره تا 15 تا 30 باشه، میشه 5 و 33. و از اینجا تا اون منفی 45 که بخواد بره عدد میزنم و منفی 45. اوکی. نکن لایه بندی من به این صورت ایجاد کردم. ایستگاه ما پاشنه است، یعنی اون کف پاشنه از اینجاست، از اینجا شروع میشه و تا این بالا ها میاد. درسته. خب لایه ها به این صورته، ولی خواص لایه ها رو من بخوام اختصاص بدم باید بیام اینجا و اینا رو اول از قسمت شومتری اینا رو تعریف کنم. من میخوام از مدل رفتاری خاک سخت شونده استفاده کنم. من اینجا این پنجره که باز شد نیو میزنم. خب این پنجره که انسر داشتیم باز میشه. اسمشو مثلا میذارم 0 تا 2 متر اسپیس وای 7. متریال مدل رو میذارم هاردنینگ سویل، خاک سخت شونده. از نوع درین چون سطح آب پایینه و استاتیکی هم هست. رنگش هم اوکیه. خب گاما و اینا رو مثلا شروع میکنیم میذاریم. فقط من اینا رو قبلا انجام دادم، نمیخوام وقتمون روی این بذارم، میخوام وقتمون روی جای مهمتری بذارم. گاما سچوریت و آن سچوریت رو اینجا وارد میکنیم. خب ای 50 اینجا وارد میکنیم، ای اودومتری و ای بار برداری، سی فی و سای و میریم تو قسمت اینترفیس و اینترفیس رو ما
اینجا رو تعریف میکنه که حالا من مسائلی که تعریف کردم از روی اون میخوام توضیح بدم. من اینا رو تو قسمت قبلا اینا رو تعریف کردم و با این فعلش انتقال دادم اینجا سیو شده. پس من اینا رو دوباره احضار میکنم. این واسه خاکام 0 تا 2 متر دستی، خیلی خاک ضعیف و شلیه با چسبندگی کم. حالا مثلا من اینا رو باز میکنم، همشون رو من هاردنینگ سویل دارم، پس سختی توی بارگذاری و باربرداری اینا متفاوت، ولی در صورتی که مدل مورکولوم سختیشو یکسان میگیره. یعنی شما هر چقدر بار بزنید روی زمین، هر چقدر نشست کنه، اگر اونو بار بردارین به همون میزان دوباره برمیگرده به حالت اولیه‌اش. در صورتی که واقعیت اینجوری نیست دیگه. بار بذاریم نشست میکنه، بار برداریم خیلی کمتر از مقداری که نشست کرده این جابجا میشه به سمت بالا. این مدل رفتار بیشتر خودش توی گود برداری‌ها نشون میده. و واسه خاک‌های دونه‌ای چسبنده با سختی متوسط بهترین حالتشه که استفاده بشه. خب اسمشو گذاشتم 15 تا 30 وای 7 هاردنینگ سول درین، رنگش هم این، گامای خشکش یا همون آن ساتوریتش 18.5، گامای ساتوریشن 18.5 گذاشتم چون آب ندارم فرقی بارم نمیکنه، نیاز نبود اصلا من بیام تعیین کنم دوتاشو. یعنی اگه دوتاش هم داشتم دوتاش هم خشک اصلا میدادم، تاثیر نداره توی مسئله ما، توی جواب ما. خب پارامتر 62.5 مگاپاسکال سختی 50% همه، سختی اودومتری ما تقریبا همون میشه که معمولا اودومتری دقیق ترش بخوایم بگیم بودن 15-20% بیشتر از سختی 50%، ولی خب معمولا برابرم قرار میدن اینا. خب سختی باربرداری که گفتیم اودن 2 تا 5 برابری که پلاکسیس و طبق توصیه آقای ورمیر 3 برابر در نظر میگیرن این رو نسبت یه 50%. نکنه یه سری گزینه دیگه داریم CSC، CAS و اینیشیال. اینا حالا اگه این تیک یوز آلترناتیوز رو من بزنم و این پارامترها رو وارد کنم، اینا رو از روی اینا میاد تعیین میکنم. یعنی اگر این آپشن ها رو نداشته باشم، این سختی ها رو من این رو بزنم و این شاخص فشرده، شاخص تورم و تخلخل عملیه رو وارد کنم، این پارامترهای سختی میاد خودش حساب کنه که اینا از نتایج تحکیم تست تحکیم به دست میاد. که حالا من مقدار خودش رو دارم از نتایج تست 3 محور اودومتری رو، مثلا اینا رو دارم و اینا رو وارد کردم. و همچنین برعکس اینا رو داشته باشیم، اینا از روی این به محاسبه میشن. خب چسبندگی رو من دارم، چسبندگی این رفرنسی که میبینه اینا مرجع در هستی، یعنی اون حالت بیس که حالا با توجه به سطح تنشی که حالا محصول کرده اون لایه خاک رو از بالا تا پایین، با توجه به عمق اون لایه این مدول سختی ها اینا و این چسبندگی ها خودش تغییر میکنه. توی واقعیت هم همین جوریه دیگه. شما از بالا، من دارم سختی که وارد میکنم تقریبا واسه میانه است دیگه، میانه یا بالای لایه است. توی کف لایه خب مطمئنا باید سختی بیشتر بشه، چسبندگی بیشتر بشه. تو مدل مورکولوم اینا رو در نظر نمیگرفت، همه‌شو یه سختی میداد، همه‌شو یه چسبندگی میداد. ولی مدل سخت شونده اومده ای رو درست کرده، گفته از بالا تا پایین خب باید از اون گاما چی که داره سطح تنش افزایش پیدا می‌کنه تا سختی افزایش پیدا می‌کنه، ولی چسبندگی رو چیز نکرده، اصلاح نکرده. و اینجا ولی یه گزینه به ما داده که اگر اینو وارد کنیم، من 35 وارد کنم، بیام تو این قسمت استرنگ، این قسمت مقاومت، میگم به ازای هر متر چند کیلونیوتن بر متر مربع، چند پاسکال، کیلو پاسکال این چسبندگی تغییر میکنه. من 35 کیلو پاسکال رو مقدار بیس رو دادم. این وای رف رو میذارم مثلا سطح مدلم چند بود، مثلا میخوام مثلا لایه 15 تا 30 مثلا آقا میذارم تقریبا تراز بالای لایه، مثلا وای رو میذارم تراز بالای لایه 15 تا 30 که مثلا 15 متر میذارم اینجا، از 15 به سمت پایین با این اینکریمنت این چسبندگی تغییر میکنه. هر میذارم هر یک متر 1 مگاپاسکال این افزایش پیدا میکنه. 15 متر که باشه مثلا 15 تا میاد روی این میشه 50، مثلا کف این لایه 15 تا 30 که اینجا تعریف کردم میشه چسبندگیش میشه 50 کیلو پاسکال. و من واسه این پارامتر RF اینا هم بذاریم من یه مقاله خیلی خوب و کاربردی معروف هست که اومده اشتباهات مدل‌سازی توی پلاکسیس رو آورده و اصلاح کرده که من از این همین استفاده میکنم.
حالا اینجا دوباره مورکولوم بگم، این رفتار واقعی خاک بود، حالا توی باربرداری و بارگذاری هم مورد در نظر گرفت. این بود مدل مورکولوم اینجوریه، الاستیک یهو فیل میشه، می‌بینید به این صورت تقریبی از این حالته، یعنی در اصل توی 50% مقاومت به بالا تا مقاومت نهایی فیل اون خاکه یا سنگی یا هرچی، این سختی رو خیلی بیشتر داره نشون میده. سختی کم میشه، این سختی داره بیشتر نشون میده. حالا اینجا برعکس، سختی بیشتر یه مقداری، این سختی کمتر نشون میده. و توی باربرداری بارگذاری مجدد این مورکولومبه میاد مقدارش رو یکسان در نظر میگیره با باربرداریه. اینجا حالا مثلا مقدار واقعیش گفته تقریبا نکن ای باربرداری بارگذاری مجدد که ای یو آر باشه بیشتر از ای 50%، تقریبا 2 تا 5 دیگه، که توی سخت شونده اینو 3 برابر حدود در نظر گرفته. اینو در نظر نگرفته از مشکلات مورکولوم اینه. سخت شونده حالا یه خوبی دیگه هم داره، اینه که میگم با افزایش این سطح تنشه این سختی هم تغییر میکنه دیگه. یعنی سختی اولی بیشتر از سختی بعدم تو هی که این کرنشا بیشتر میشن این سختی کاهش پیدا میکنه. خب این RF میشه QF به QA. QF میشه Q اولین Q تنشی که گسیختگی توش رخ میده، QA میشه ماکسیموم سطح گسیختگی تنشی که توش گسیختگی رخ میده. نسبت این دوتا که معمولا 9 دهمه، مقدار این 9 دهم این مقداره که حالا اینجا هم نگاه کنید به صورت پیش‌فرض RF رو 9 دهم قرار میدن دیگه. اینا رو از حالا کارهای آزمایشگاهی اینهایی که بخوام انجام بدیم معمولا اینا رو به دست میارن، واسه پروژه عادی اینا رو تعیین نمی‌کنن اصلا. این RF هست میشه این نسبت این به این خطه و نکنیم ای که ما وارد میکنیم ای 50% رفرنس، نکنیم طبق این رابطه تعمیم پیدا میکنه واسه ای 50% های عمقای مختلف و تنش‌های مختلف. خب ما الان مثلا حالتی که در نظر بگیریم که خاک دستخوردگی نداره، یه ای 50 مثلا اونجا حاکم بالای لایه، حالتی در نظر بگیریم که مثلا یه فونداسیون گذاشتیم اونجا، خب تنشه افزایش پیدا کرده، تغییر شکل داشته و اینها، و ای که الان اونجا هست با تغییر پیدا کنه، با این رابطه تغییر میکنه که پارامتر بودش هم سی و فی و پی ار اف. حالا چون اینو از تست محوره من انجام دادم، خروجی گرفتن در اصل به دست این رابطه رو، تنش همه جانبه‌ای که این تست رو توش انجام دادن که معمولا 100 کیلو پاسکال در نظر میگیرن. ام هم که واسه این رابطه به کار میره، پاور ام که حالا توی این قسمت میبینید پاور ام اینه که معمولا مقدارش هم نیم میذاریم باشه پیش‌فرض که وابستگی این تنشه به تنش اولیه رفرنسی که وارد کردیم نشون میده چقدر متأثر از این سی و فی میشه این سختی ثانویه. ایودومتری و 5% یو آر هم همشون همینه. و خب پس من قبلا اینا رو وارد کردم، 62.5 187.5 مگاپاسکال، 35 کیلو پاسکال با فی 35 سای رو به ما نده بود تو داده هایی که واسه این ایستگاه وجود داشت، داده ساختگی، ولی معمولا میشه مثلا واسه خاک‌های دونه‌ای، خاک‌های چسبنده یه سری روابطی وجود داره که از روی فی به دست میاره. مثلا واسه خاک‌های دونه‌ای میگه که فی منهای سی میشه زاویه تساهل میشه سایت، که حالا ما اینجا تقریبا دونه چسبنده به این هاست که حالا ما رابطه‌شو نداریم، توی داده‌های آزمایشگاهی رو تعیین نکرده، ما اینو دست نمیزنیم. خب نور رو از ما نمیخواد اینجا، ولی نور باربرداری رو داریم که معمولا میگم سختی چون افزایش پیدا کرده 3 برابر شده اینو حالت، و چون مقدارش هم حالا اگر مقدار آزمایشگاهیشو نداشته باشیم باید همون مقدار 2 دهم بذاریم، و اگر مثلا سختی یه خاک تو حالت بدون دستخوردگی 3 دهمه، تو حالتی که باربرداری مجدد داشته باشه چون سختی افزایش پیدا کرده اینا، اون نوع هم کاهش پیدا میکنن که دقیق مقدارش چقدره باید از تست‌های آزمایشگاهی به دست بیاریم. اگه نداشته باشیم همون 2 دهمو میذاریم باشه. ما داشتیم اینو میگفتیم که این چسبندگی اینکریمنت به ازای هر متر با توجه به این وایره فی تغییر میکنه. توی مدل مورکولوم این رو
آوردن اضاف کردن بهش، گفتن حالا یه قسمت از اون ضعفش رو بپوشونن. این رو هم اومدن همین کارو باش کردن، گفتن خب این مثل مدل سخت نمیاد از بالا تا پایین رو حساب کنه که تغییر میکنه و همش یکی میده، ولی میتونیم اینجا تعریف کنیم میگیم ای مثلا ای اینکریمنت میشه هر متر وای رفش هم میدیم هر یک متر مثلا 10 کیلو پاسکال این اضافه شه سختیه این خاک از بالا تا پایین. یعنی مدل مولکول رو من اینجا انتخاب کنم این گزینه اضافه میشه اینجا علاوه بر این سیه ای اینکریمنت و وای رفش هم اینجا میاد اضافه میشه. خب دیگه ما گرام واتر و ترمال اینها رو نداریم. این قسمت اینیشیال از حالت ریجید اینو خارج کنیم میذارم روی حالت منوال. نکنیم مقدار این رو هم از تست آزمایشگاهی رو به دست نیاوردن. میدونید اون ضریب کاهش چسبندگی و زاویه سکاک داخلی بین اون ساز نهایی خاک یا ساز نگهبان خاک رو به دست نیاوردن و پلکسیس توصیه کرده گفته اگر اینا رو ندارین به صورت پیش‌فرض 67 یا 2/3 بذارین که حالا تاثیرش خیلی کم باشه توی نتایج ما. ولی حالا سری جدول هم داده گفته خب اگه ماسه دارین با کانکریت در ارتباطه مثلا 8 تا 1 بذارین توی رفرنس منوال پلکسیس هست که حالا ما همون 67 رو گذاشتیم همون طبق توصیه پلکسیس. این چم از قسمت اینیشیال ما میتونیم این روند محاسبه این تنش‌های برجا رو میتونیم اینو تغییر بدیم که حالا به صورت هم حالت اتومات گذاشتیم که از رابطه 1 من سینوس فی در اوسیار میاد اینو حساب میکنه که حالا اینجا این تیکه هم حالا حالت اتوماتیک گذاشته منوال بذاریم میتونیم این تیکو برداریم بگیم که این ظریف فشار جانبی خاک در جهت ایکس و زد مثلا متفاوته این ناهمگنه که حالا ما اینو گذاشتیم گفتیم همگنه و خود طبق همون فی که من دارم اینو حساب کنم. OCR رو پول پرشر هم اگه داشته باشیم میتونیم اینجا تغییر میتونیم اینجا عددش رو وارد کنیم. خب من لایه‌ام همشون رو به این صورت وارد کردم خواصشون رو و من برم اینا رو اختصاص بدم. خب این برهال من بود. اینجا رو راست کلیک میکنم و ادیت میزنم که اینا بیاد همین زبونه. خب 0 تا 2 متر 2 تا 15 تا 30 و بیشتر از 30 متر تا همون -45. خب ما از اینجا من حالا بذاریم سیو کنم ما اومدیم اون لایه بندی خاکمون رو تعریف کردیم. خب من این کپس 2 اسمش رو گذاشتم سیو کردم که داشته باشم حالا تضاد نپره. خب لایه بندی من توی این قسمت سویل به درستی و صورت کامل انجام شده. این موقعیت گمان مهم نیست کجا باشه. اینه وقتی خود مهمه که مثلا این لایه غیر افقی باشه من یک گمانه دیگه اینجا میزنم اینجا میام مثلا این لایه وسط رو سومی رو مختصاش یه جای دیگه میذارم این نقطه به اون نقطه وصل میشه مثلا این اون موقع مثلا لایه غیر افقی میشه و زاویه‌دار میشه. حالا وارد قسمت استراکچر میشم تا اون تونل اون سازم رو ترسیم کنم. خب من توی این قسمت نیازه که بیام از این کریت تونل استفاده کنم. من اینو انتخاب میکنم و میخوام که گفتم که اون پاشنه شمع زنگوله‌ای میخوام روی مبدأ مختصات باشه 0 و 0 باشه. اینو کلیک میکنم یک همچین پنجره‌ای باز میشه اسمش تانل دیزاینره. خب یک تب داره تو قسمت کراس سکشنیه که میام اون هندسه رو ترسیم میکنیم فقط هندسه اون کراس سکشن رو ما تعریف میکنیم. تب جنرال رو که بیاریم نگاه کن اینجا میپرسه که میخواید دایروی باشه مثلا تی بی ام یا فری باشه یه مقطع غیر دایروی داریم. ما میگیم میخوام فری باشه آزاد باشه. و دیفاین هول تانل داریم قسمت هول و هاف تانل داریم یعنی میخواد بگه که کلش رو میخوای مدل کنی یا نیمه سمت راست نیمه سمت چپ. من میگم هم کلش رو تعریف کنم. اینجا چون تحلیل ما استاتیکیه و کاملا متقارن من میتونم فقط نصف مثلا سمت راست یا سمت چپ رو مدل کنم. ولی خب حالا من چون بعداً حالا قراره که اینو مثلا دینامیکی مدل کنم یعنی هدفم این بود قبلا واسه دینامیکی ما نمیتونیم مدل متقارن رو تحلیل کنیم باید کامل اون رو ترسیم کنیم. و این که اصلا این دو بعدیه میدونین تعداد المان ها کمه ران تایم هم خیلی بالاست ران تایم هم خیلی پایینه نیاز نیست که حالا چپ یا راستش رو مدل کنم همه‌اش رو مدل میکنم. اینجا هم میگه نسبت اون نقطه‌ای که انتخاب کرده این مبدأی که میخواد ترسیم کنی آفست بگیره چقدر جابجا بشه 1 متر بیاد سمت راست بشه 1 اینجا بشه نسبت اون مبدأی که الان توی اینجا هست. میگم نه همون جایی که گذاشتم اون 0 0 بمونه اوکی. خب اگر بخوام که
آرک تعریف کنم و مثلا کارم با تونل دایره‌ای باشه باید این قسمت سگمنت تعریف کنم. اگه بخوام که یعنی یک سکشن آزاد ترسیم کنم دستم بازتر باشه واسه ترسیم، از قسمت ساب سکشن من میگم ساب سکشن استفاده میکنم. خب من توی این قسمت شروع به ترسیم میکنم، از اینجا میام اد رو میزنم. خب یه ساب سکشن ایجاد شد که به صورت پیش‌فرض حالا با افق زاویه 0 درجه داره و طولش هم واحده و از مبدا شروع میشه. خب آفست رو میگم آفست 1 و 2 منظورش جهت 1 و 2 همون ایکس و وای، میگم که استارتش همون 0 و 0 اوکیه. نوعش میگه کمان باشه یا خط باشه، میگم که خط باشه. و طولش چقدر باشه؟ نکنید این پاشنه این شمع من 1.8 متره. این پاشنه 1.8 متره اینطور. خب استارت انگلش همون 0 باشه. اینجا میتونم از این طریق دیگه اینو وارد کنم، میگه دلتای 1، این در همون دلتا ایکس، اختلاف طول این منهای این که همون 1.8 میتونم وای اونجا هم وارد کنم، میگم اختلاف این و این هم مثلا 4 این 4 بریم بالا از اینجا. خب یا میتونم بر حسب همون طول زاویه جلو برم، فرق نمیکنه. خب من اینو وارد کردم 1.8. خب یکی دیگه میزنم، میتونم اینو حذف کنم دیلیت بزنم، میتونم مثلا بین دو تا سکشنی که اینجا تعریف کردم اینو انتخاب کنم و یکی وسط اینو تعریف کنم و نه یه تا باز بشه. من فعلا اینو میزنم، یکی دیگه تعریف میکنم. خب این استارتش حالا اومده از 0 و 0 خورده، میگم نه این بیاد از 1.8 مالا شروع بشه، از اینجا شروع بشه. خب نوعش لاین باشه، طولشو 0 ممیزه با توجه به هندسی که اینجا داریم. اینجا 1.8 اینجا 0.5 4 به داخل 4 به بالا، از اینجا تقریبا 16.1 میره بالا که ارتفاع این شمع بشه 17 متر. حالا من میخوام یکیشو ترسیم کنم، یک کمانم بزنم که دیگه همه‌شو نمیخوام ترسیم کنم، خیلی طول میکشه و اینو قبلا آن سیو کردم و اون احضار میکنم. خب طولشو من میگم نیم متر باشه، استارت انگلش 90 درجه باشه و اینا هم اوکی، از این روش نمیخوام برم، همین طول و زاویه اوکی. خب یکی دیگه من تعریف میکنم، میگم حالا 1.8 باشه، نقطه استارتش اینجا و 0.5 باشه بیاد اینجا. حالا از اینجا من میتونم میگم که منفی 0.4 و 0.4 بره بالا اینجوری. نکنید از این نقطه منفی 4 متر و مثبت 4 اینجوری حرکت کرده. اینجوری مثلا با زاویه راحت نبودم دیگه، اینا رو خودش حساب میکنه، میگه میشه این طول و این زاویه. خب درست همون پولار و کارتزین دیگه، مختصات قطبی و مستطیلیه، کدوم راحت ترین ورزش. اینو زدم. حالا مثلا دوباره میام اینجا اون شمع رو میزنم که حالا من نمیخوام اینو کامل کنم، حالا مثلا بذار یکی دیگه اینجا بزنم، اینجا باشه اوکی، 0 اوکی، طولش نیم باشه، زاویهش 90 درجه باشه اینجا. حالا دوباره میام یکی دیگه تعریف کنم از اینجا حالا این مقدار شد، اینو من 0 میدم چون که بعضا خطا میکنم و نیم اوکی. حالا دوباره مثلا میام آفستاشو از اینجا میزنم و دوباره این و حالا خطا رو کامل کنم رو بالا و کامل اینو من ترسیم کنم. حالا کمان چه جوری ترسیم میکنیم؟ من کمانم نشون بدم، اینو دیگه خودتون برید تمرین کنید چون خیلی طول میکشه. اینجا چیز ساده ای هم هست، یکی دو تا هندسه سکشن ترسیم کنه اینو مسلط میشه. خب من میخوام کمانمو یکم حالا دور بندازم روی اینو تداخل نداشته باشه و 5 اینجا باشه. نوعشو میذارم کمان. خب شویشو مثلا میذارم 4. سگمنت انگل یعنی زاویه سگمنت 90 درجه باشه یا نه 180 باشه اینجوری. اگه بخوام نکن رو به این ور الان تحدبش رو به این ور میخوام برعکسش کنم، همینو میام و منفی 4 میذارم نکن برعکس میشه، اون ور بود این و دیگه این استارت انگلش هم مثلا میتونم 90 بذارم اینجوری بشه.
و واسه اون کمانایی هم که حالا دیدیم توی هندسه دیگه همینا رو تنظیم میکنیم تا این هندسه‌ای که میخوایم برسیم به اینا. و بعد از اینکه اینو انجام دادیم، حالا جایی که مثلا اینا اورلپ دارن، مثلا من نشونتون بدم، اینو من واسه اینو بیارم عقب‌تر، اینو دارم روی 1 و 1 اینجا. خب حالا من اینو میذارم 1.6 و 2 مثلا اینجا. این همدیگه رو قطع کردن، حدودی مثلا هندسه رو زد، همدیگه رو قطع کردن. من خب اینا رو چیز کنم، در اصل همون مثل اتوکد تریم کنم یا آباکوس. از این دستور در اصل باید بیام اینجا، این رو من انتخاب میکنم و یک لحظه. خب ساب سیکشن، آره اینترسکت سگمنت بوده همینجا. از همین قسمت کراس سکشن ساب سکشن میام خطوطی که همدیگه رو قطع کردن انتخاب میکنم، راست کلیک و این اینترسکت ساب سکشن اینا رو میزنم. من گزینه من کنترل زد بزنم برگرده، اینو انتخاب میکنم. خب اینجا راست کلیک میکنم، اینترسکت سگمنت هایی که همدیگه رو قطع کردن میزنم. خب حالا اینو من انتخاب میکنم و اینو دیلیت میکنم، اینو حذف میکنم. اینم به این صورت. خلاصه با این تکنیک هایی که اینجا هست خیلی ساده میتونید هندسه‌تون رو ترسیم کنید. یکم فقط طول میکشه، ابزاراش کمه دیگه، طول میکشه اینو ترسیم کنید. خب من اینو رو حذف میکنم کلا و میام هندسه‌ای که قبلا خودم ساختم رو احضار میکنم. خب من اینو قبلا ترسیم کردم، اینو من احضار میکنم و اینو ادامه میدم. نگاه کنید اینجا فقط هندسه رو میتونید سیو کنید. الان من مجبورم که دوباره اگه اینو مثلا خواص پلیت بدم یا پلیتاشو خواص بدم و اینجا بیام اینترفیس تعریف کنم، اینا سیو نمیشه، فقط اون هندسه رو میاد سیو میکنه. خب پس من این هندسه آماده است، 34 تا ساب سکشنه و وارد قسمت پراپرتیز میشه. اینجا من میتونم اینا رو تبدیل به المان ناکن کریت بزنم، میتونم جوگرید پلیت یا هر چیز دیگه بخوام اینجا اضافه کنم یا لاین لودشون کنم، مثلا هر کاری که بخوام اینجا میتونم انجام بدم. من اینجا میام چیکار میکنم؟ این خطوط بیرونی که در تماس با خاکن رو انتخاب میکنم و اینها رو من اینترفیس بهشون میدم، راست کلیک و با توجه به جهت اینها نگاه کنین، با توجه اینکه جهت ترسیم کدوم ور بوده این اینترفیس ممکنه مثبتش بیرون بیفته داخل بیفته. نگاه کن مثبت و منفیش فرقی نمیکنه، اصلا این تأثیری نداره رو جوابای ما. ولی خب من ترجیحاً باید اینترفیس به سمتی باشه که مثلا رو به خاک باشه. خب من میام اینجا زوم میکنم، اینو کنترل میگم اینو انتخاب میکنم و این داخلی رو راست کلیک از این قسمت پوزیتیو اینترفیس که ایجاد کردم دیلیت میکنم. اینا هنوز انتخابن، قرمزن، کریت و نگاتیو من انتخاب میکنم و اینترفیس هم اینجوری ایجاد میشه. این رو هم باز دیلیت و نگاتیو اینترفیس رو من واسش فعال. اینا هم که درستن. خب من اینا رو باید انتخاب کنم، حالا این رو انتخاب میکنم، در اصل این رو انتخاب میکنم، پوزیتیو میزنم. حالا بیشترشون داخل افتادن، من اینو نگاتیو میزنم که حرکت کمتر بشه. خب اینو این حالا اینو من انتخاب میکنم، کنترل زد میزنم اینجا و نگاتیو میکنم. این قسمت پایینی
من نگاتیو میزنم و کنترل میگیرم اینا رو انتخاب میکنم و دوباره دیلیت. خب نگاه کنید این اطراف اون سازه نگهبان ماست و اون کف سازه نهایی ما که میاد در کنش این سازه و خاک اطراف رو در نظر میگیره، ولی خود این سازی نگهبان سازه نهایی هم با هم دیگه در کنش دارن اینا و در صورتی که تعریف نکنم اینا به هم دیگه دقیقاً چسبیدن. این خودش حالا جای بحث داره، ولی حالا چون که این مستطیلیه طرز مستطیل طوریه این زیاد کنار هم دیگه لغزش ندارن، میدونید لغزشی به اون صورت نداره مگه خودش رو توی تحلیل دینامیکی نشون بده. اگه دایره‌ای بود حالا تاثیر نسبتا زیادی داشت، ولی حالا چون که اینا با هم دیگه چسبیدن دیوارا قائم اینا هم کاملا افقیه مثلا تعریف هم نکنیم زیاد فرق نمیکنه. حالا ما اینجا تعریف میکنیم از احتیاط که شما واسه تحلیل دینامیکیتون یادتون باشه که اینو با تعریف خب ما اینو انتخاب کردیم اسکلیک داخل بیفته بیرون مهم نیست. خب ما اینترفیس همون هم تعریف کردیم و این همچی کامله. خب پس ما هندسه رو اومدیم لود کردیم یا اصلا ساختیم تو قسمت کراس سکشن. تو قسمت پراپرتیز میتونیم بگیم که حالا پلیت خواص پلیت رو بهش اختصاص بدیم، میتونیم ژئوگرید اینجا تعریف و کار دیگه و اصلا راحت‌ترین کارش اینه که اگه کلاستر باشم فقط اینترفیس رو واسش تعریف میکنیم. اینترفیس هم جایی که ما اندر کنش داریم، اندر کنش سازا با هم دیگه یا اندر کنش خاک. خب این قسمت داخل رو نیاز نیست ما بزنیم چون اینجا خاک وقتی کامل حذف شد این سازه نهایی میاد و این اصلا قسمت داخلش با خاک اندر کنش نداره. من اینو جنریت میزنم و کلوز میکنم. نگاه کنید این سازه من اینجا کامل احضار شد. خب فقط یه سری چیز ابزار دیگه هست که ما هم میتونستیم تو قسمت نکنه اگه بخوایم دوباره ادیت کنیم تو همین قسمت استراکچر باید باشیم. این قسمت تونل رو من اینجا راست کلیک ادیت میزنم و اینجا ادیت میزنم، اینا رو انجام میدم دوباره باید جنریت کنم. ولی خب همین چی اوکیه، من همین کلوز رو فقط میزنم. خب و حالا ما اصلا مرحله به این صورتی که گفتیم اینا احداث میشن شمع و بعد ریب احداث میشه، بعد قسمت بالای حفاری میشه و بعد اون استراتو نصب میشن، قسمت پایین حفاری میشه، سازه نهایی تکمیل میشه. خب ما الان استراتو رو کم داریم و قسمتی که جدا میکنه این قسمت بالا رو از قسمت پایین. هم میتونستیم قسمت جدا کننده رو توی هم قسمت تانل دیزاینر بزنیم، یعنی این سری خط اضافی اینجا بزنیم مثل همینا، این قسمت به این قسمت، این قسمت به این قسمت واسه کنیم، یا همینجا هم میتونیم توی قسمت استراکچر کار انجام بدیم. کریت لان رو من میزنم از این نقطه به این نقطه راست کلیک میکنم. اینجا فقط دقیق نیست، نه اون نقطه که انتخاب کردم 1395 ارتفاعش، اینجا 14 میام 13 و 95 میکنم 5 سانت پایین‌تر. حالا دوباره یه نقطه دیگه من اینو سیو میزنم. خب میخوام حالا استراتمو ترسیم کنم. استرات نگاه کنید هم تو قسمت لاین میتونی پیداش کنیم، استراتی که واسه حالت متقارن نباشه، یعنی create node to node رو من باید انتخاب کنم، هم تو قسمت استراکچر. خب پس من create node to node انکور رو انتخاب میکنم. انکور المانیه که بار محوری تحمل میکنه. خب من این رو میام فعلا همینطور رو از اینجا به اینجا وصل میکنم، میام و 14 تقریبا این 15 اوکی و این هم 15 اوکی. خب این هم استرات ما. فقط باید چیکار کنم؟ فقط باید بیام این خواصش رو بهش تعلق بدم که بعدا این رو فعال کردم مشکل پیش نیاد. اونجا نمیتونیم خواصش رو بهش بدیم، اینجا باید حتما خواص المان‌های پلیت و انکور اینها رو اینجا بهشون بدیم، بعدا اینو رو احضار کنیم. اوکی. فقط این که ما مسائل رو واسه کلاستر ساز نهایی و ساز نگهبان و استرات و اینها فعلا ما فعال نکردیم.
من اینو میام میزنم. خب میام اینا رو بازخوانی میکنم. این فاینال لاینینگ با رده بتون C25 واسه ایستگاه بای 7 اینو احضار میکنم. پایل با قطر 1 متر عطر 2 متر، یعنی با فاصله‌داری 2 متر و ریب باز خامت 75 صدم و فاصله‌داری 2 متر. و از اینجا هم قسمت انکور و استرات هم رو بازخوانی میکنم. نکنه استرات فقط باید، حالا اینجا مثلا فولادی بوده، اون سکشنی که داره، اون سطح مقطعی که اون سکشنمون داره رو زد در ایه یا مدل استرات فولاد میکنیم، ایه آش به دست میاد و واسه یه دونه پروفیل. اسپیسینگ هم خب فاصله بین اجرای این استراتاست که 2 متر. اوکی. خب من برمیگردم جای توضیحاتی رو بدم. گفتیم که فاینال لاینینگ رو با بتون رده 35 اومدیم اینجا وارد کردیم، اطلاعاتش رو لینیر الاستیک وارد کردم، الاستیک خطی درین باشه. میتونید نگاه کنید یک مدل رفتار خیلی خوب داره واسه بتون، اگه اطلاعات بتون کامل داشته باشه میتونید اینجا وارد کنید. حالا اینا خودتون ببینید آپشناشو ببینید چی داره. ما اینجا الاستیک خطی استفاده کردیم که صرفا اون مهم نیست، نمیخوام سایزمون فیل بشه، میخوام اون نیروها و تنشایی که اعمال میشه ماکسیمم رو ببینیم چجوریه. خب گامای آن سچوریت و سچوریت من 25 تاشو وارد کردم، گفتم اصلا اون تاثیر نداره. اینجا من میتونم اینو نامپروس هم بذارم، یعنی غیر متخلخل، این غیر فعال میشه. گامای سچوریت هم گامای آن سچوریت بود. مدول الاستیکش رو از رابطه 4700 ورتیکال FSC حساب کردم که FSCش 25 بود، 25 مگاپاسکال بود که 23.5 گیگاپاسکال به دست اومد. مدول الاستیکش نوش رو 2 وارد کردم و اینجا هم که خاک نیست که تغییر کنه، ثابته. VAS سرعت موج برشی، سرعت موج فشار اینجا خودش محاسبه میکنه. اینترفیس رو من ریجید میذارم، یعنی جایی که این با خاک در ارتباطه اون اینترفیس به این چسبیده، اون ضریب کاهش ضرب در اون COF خاک میشه. فقط جایی که این سازه با اون سازه نگهبانه در تماسه، اگر که مقدار دقیقش رو بدونیم که اون مثلا هر تماس اینو با هم دیگه مثلا باعث میشه که این استکاکی کمتر بشه و اینا، میتونیم یه مقداری در نظر بگیریم و یه جای دیگه تنظیماتی داره که بهتون میگم که در لازم نیست اینا رو وارد کنیم. یه سازه رو حالا اینجا ریجید بزنیم، یعنی با هم دیگه میچسبه، یعنی لغزش به اون صورت هر دو تا با هم دیگه چسبیده با هم دیگه حرکت میکنن که ما همینو میذاریم بمونه. پس اون اینترفیس هم که وارد کردیم اطراف اون سازه چندان به کار نمیاد، مگر اینکه فقط خودشون رو توی جایی نشون بدن که داریم فقط شمعای ریبار رو مدل سازی میکنیم که با خاک اطرافش در ارتباط، ولی جایی که این ساز نهایی با این فعال میشه با هم دیگه اینجا تأثیری نداره. خب اینا رو من بازخوانی کردم، گفتیم که این رو من انتخاب کردم. میام از این قسمت اساین، چون انکور خود با خود میاد از اون قسمت متریال انکور هر چی بود اون رو بخونه، اگه نبود که چیز نشون نمیده. خب این رنگش هم که اینه منشوری. خب من در اصل بهتره که مثلا زیر این محل اتصال استراتا با این شمع مثلا یه پلی تعریف کنم که این تنشه پخش بشه، مثلا سختی زیادی بدم این پلیت یکم پخش واقعی تر بشه که این مثلا توی این تقریبا نفوذ نکنه که نفوذ هم نمیکنه، ولی سری تنش‌های زیادی به ما میده که چون تو مراحل میانی و گذراست و ما اون دیگه نمیبینیم زیاد هم تأثیری نمیذاره رو نتایج ما، تأثیر تقریبا نداره رو نتایج ما. ولی حالت بهتره اگه بخوام این رو به طور خاص استراتو بررسی کنیم باید پلیت بذاریم زیر سریع که تنشو پخش کنه، چون ضخامت این مجازی تقریبا صفر، خیلی کم. خب ما اینا رو هم تعریف کردیم. خب چیزی مونده، حالا بریم وارد قسمت مشریزی بشیم. ما هیچ بارگذاری، هیچ سازی توی سد نداشتیم واسه این ایستگاه، حداقل دادایی که دست خودم بوده اون موقعی که مطالعات ژئوتکنیک انجام دادن هیچ سازی این بالا نبوده یا هیچ جاده‌ای. بعداً حالا احتمالاً اخیراً اونجا سری ساخت‌ساز انجام شد، یعنی ما باعث بار اینا رو در نظر می‌گرفتیم روی سد. خب نکن فقط این خطوط رو که من
حالا توی قسمت اون دیزاینر زدم اینا رو اومده در نظر گرفته و سبز کرده. سبز بشن یعنی اینکه اینا ریزتر میشن مشش نسبت اطراف. من میخوام همشو یک دست لاینر انتخاب کنم، سلکت لاینز، همشو یک دست انتخاب کنم. نکنه اینو اگه سمت چپ و راست باز کنم فقط خطایی که کامل توش میگفتن انتخاب کنم، سمت راست باز کنم هر خطی که با این در تماس باشه رو انتخاب کنم و مقدارشو میگم که همون 25 صدم خودش حالا داده بود این سبزه اوکیه. میتونیم حالا ریزتر هم اینو بکنیم. اوکی همون حالا مثلا ما 2/10 میدیم. اوکی حالا من این قسمت جنریت مش رو میزنم. میتونم کلاسر انتخاب کنم اینو ریز کنم، میتونم خط انتخاب کنم، نقطه انتخاب کنم، فرق نمیکنه. مدیوم رو زدم. نگاه کنید من اینجا ابعادم رو دیگه بیشتر دادم، اون ایکس ماکسیموم و ایکس مینیمم رو نسبت اون حالتی که توی پاورپوینت توضیح دادم. اینجا بودن در 20 متر 20 متر اضافه کردم، یعنی اطراف تقریبا دو طرف سمت چپ و راست 10 متر اضافه کردم ابعاد چیزم رو، ابعاد این مرزهم رو. واسه همین از 12 اومده روی 14. اوکی خب حالا من این ویو مش رو میزنم که اینم مشیزه به چه صورته. اوکی خب من اینجا فیلمو ضبط نکرده بودم و گفتیم که مشیزی که انجام دادیم وارد مستقیم قسمت استیج کانستراکشن تا آوردیم پایین تو قسمت سویل و از این قسمت چون حالت پیش‌فرضش روی 1 بود، روی 0 بود، من اینو گذاشتم حالا منفی 100 منفی 45 پایین در باشه اوکیه، گذاشتم روی این و سطح خیلی دیگه اومد پایین و تاثیر توی محاسبات ما نداشت. بعد اومدم چیکار کردم؟ اومدم قسمت استیج کانستراکشن شروع کردم به ایجاد فازهای جدید. یک فاز تعریف کردم اکسکاویشن پایل اسمشو گذاشتم، از اون پلاستیک باشه و اومدم تاگل اکتیویشن رو زدم. این محل شمع رو من غیر فعال کردم و اومدم این سیگما MSA رو گذاشتم 1/100، یعنی 1/100 این جابجایی نیروهایی که باید رو به اینجا وارد کنم، چون اینا چند در میون حفاری شدن، اینجوری نیست که این پیوسته باشه. و یه تکنیک دیگه اینه که اینو رو انتخاب کنم، کنترل بگیریم قسمت‌های سفیدی که الان دی اکتیویت کردم این حفاری شدن انتخاب کنم و اینجا 1% بدم. این دو تا یکی کارشون یکی. حالا خب این الان انجام شده حفاریشون. خب توی فاز بعدی اصلا من اسم دارم پایلینگ و اوکی اینجا بذار کامل باشه، تمام این مرحله کامل انجام بشه. خب من اینو حالا میام این کلاسترها رو فعال میکنم، حالا این کروزر رو انتخاب میکنم، اینایی که متریالشون یکی میام انتخاب میکنم و حالا اینجا میام و مسئله پایل رو بهش اختصاص میدم. این پایل رو نکنیم مسئلهش عوض شد. دوباره حالا اینو انتخاب میکنم با این رو و پایل رو بهش اختصاص میدم. خب و این پایل الان داره با این خاک اطرافش اندرکانش داره دیگه. من این تاگل اکتیویشن رو میزنم و دونه دونه این اینترفیس ها رو من میام فعال میکنم، یعنی پایلا با خاک اطرافش اندرکانش داره.
اوکی. خب من همین الان میتونم اینو بزنم روی ران و ببینم نتایج به چه صورت. این کلکولیت رو بزنم اینجا بهم میگه که نود انتخاب کن که من نمیخوام اصلا خروجی تاریخچه‌ای بگیرم، میگم ایگنور کنین رو و محاسبات رو انجام بدید. اون فازهایی که ما مقدار کمتر از 1 رو واسه سیگما MSA در نظر گیریم، این علامت این مثلث ترجم که کنارش میاد، یعنی این فاز به طور کامل انجام نشده، کامل نشده فاز. خب من الان میام و ریزالت رو من میزنم که ببینم نتایج به چه صورته، تحت اثر وزن این پایله خاک به چه صورت جابجا شده. قبلش هم که حفاری داشتیم تو این محدوده، تأثیر حفاری هرچند خیلی کم بوده. خب دیفورمیشن، توتال دیسپلیسمنت، من این رو میزنم. خب خیلی این تأثیرش خیلی کم بوده، باعث شده که تو این محدوده یک لحظه من این قسمت، خب اینجا آره اینجا نگاه کنه من سختی رو خیلی کم دادم. الان برای احداث اون پایله 9 سانتیمتر نشست داشت که این غیر واقعی. نگاه کنه من اینجا رو 87 کیلو پاسکال اینجا وارد کردم، اشتباهاً این باید بشه 87 مگا پاسکال. E3 رو من میزنم، اینا رو صفر میکنم و اینا رو هم صفر میکنم، ده خودش اینا رو محاسبه میکنه. الان درست شد چون من قبلا یه بار سیو کردم بعد اصلاحش کردم، دوباره اینجا هم اینجوری. خب سی به بالا بود، من اینو اینجا حذف میکنم و دوباره اینو 1000 میکنم، اسم تو دیتابیس سیو میکنم. خب برمیگردم حالا. خب این اشکالات پیش بیاد خیلی خوبه که حالا روش تصحیحش هم یاد میگیریم، عادیه که توی مدل سازی به چندین بار اشتباه داشته باشه. خب من الان دوباره میذارم روی کلکولیت. خب الان من خروجی ها رو میبینم. توی فاز پایلینگ خب این 8 میلیمتر جابجا شد. این الان واقعی مقدارش. نخون اینجوری قسمت ها نشست داشت. فلشه که من بزنم نخون این فلشه داره نشون میده. حالا میتونین سایز فلش ها و اینا رو هم تغییر بدین با این قسمت. منوال میذارم برات دستی. اینجوری حالا بهتر معلوم داره خاک به سمت این قسمتی که قبل حفاری شده بود و حالا وزن بیشتر اعمال شده داره به این سمت حرکت میکنه. حالا من اینو کلوز میکنم و کارمون ادامه میدیم. خب پایلینگ رو داشتیم، بعد از اون میام و ریبار رو من حفاری میکنم، دوباره چند درمیونن اینو. خب من انتخاب میکنم اینجا رو همون تنظیمات قبلی 0.01 اوکی. یه فاز دیگه من اینا رو اسمگذاری نمی کنم. حالا اینا رو من کلاسترش رو فعال میکنم که خواص مسائل رو تغییر. الان نکنم من چند تا رو با هم انتخاب کنم نمیتونم مسائل رو من تعریف کنم. کلاستر رو من فعال کردم، الان نگاه کنم همه رو که با هم دیگه من انتخاب کنم نمیتونم بیام مسائل رو تغییر بدم.
مگر اینکه اونایی که هم مساله هستن رو انتخاب کنم و از قسمت متریال بیام و اون تغییراتی که میخوام رو اعمال کنم. من ریب رو انتخاب میکنم، اینجا دوباره ریب و این تاگل اکتیویشن رو میزنم و میام اینترفیس رو فعال میکنم. خب اینا هم الان اوکی شد. مرحله بعد اینه که این قسمت بالا افقاری بشه. خب من این رو فعال نکنم. این خطایی که اونجا ترسیم کردیم اینجا به کارمون نمیاد. اگه اینو نداشتیم این کامل با هم دیگه این غیر فعال میشه. خب من الان اینترفیساش هم غیر فعال میکنم چون خاکی نیست که با این در ارتباط بشه. خب اینجا ولی چون همزمان داشته افقاری میشده، اون استراتا داشته نصب میشدن پشت سر هم دیگه، یعنی اینجور نبود که یهو این حرف بشه بعدش به استراتا نصب بشه. من اینجا مقدارش رو نیم وارد میکنم، همون 50% نیروهایی که باید فعلا وارد بشه تا مرحله بعدی که استراتا نصب میشن اونجا کامل نیروه وارد بشه. اینجوری رنگش هم سبز گذاشته بودم و خواصش هم حالا که من کلیک کنم اینجا نشون داده استراتا باید هفت. خب یه استپ دیگه تعریف میکنم، دوباره همون تاگل اکتیویشن رو میزنم و کلاستر رو غیر فعال میکنم، یعنی حفاری انجام شده تا این کفه و اینجا چون همزمان داشته این حفاری انجام میشده از عقب اون سازنه‌های داشته ترسیم داشته ساخته میشده، اینجا دوباره نباید یک باشه. این مقدارش رو میگه به قسمت مهندسی دیگه، هر چقدر خودتون میتونین با اطلاعاتی که از این پروژه دارین و نحوه اجراش باید این عدد رو تعیین کنین. من اینجا 3 دهم وارد میکنم. توی فاز بعدی من میام و ساز نهاییمو فعال میکنم. فقط نکنید توی فاز قبلی باید غیر فعال بشه. توی این فاز حالا من میام ساز نهایی رو فعال میکنم و که استرات رو غیر فعال میکنم. پس هر جایی که سازه با سازه یا سازه با خاک هم در کنش داره باید اینترفیس تعریف کنیم. خب من اینا رو کلاسترش رو فعال کردم ولی خواصشون از نوع خاک انتخاب میکنم و FL رو بهش اختصاص میدم. اوکی. خب مراحلمون به صورت کامل تعریف شده. من اینو بزنم یه بار روی ران ببینم جای اشتباه نکرده باشیم. قسمت پایین رو ببینید سازه شما فعال نکرده، یعنی خاک مونده، اما باید بیم اصلاح کنم. اینو ببندم.
ماکسیموم جابجایی توی آخرین فاز 1.7 سانتی متر. قسمت پایین بالا زدگی داریم، قسمت بالا نشست. مثل بالا زدگیه، بالایی که منفیه و آبیه نشست. خب من الان بخوام نشست سطح زمین رو تعیین کنم از این قسمت کراس سکشن پوینت میتونم هم مختصر وارد کنم هم کلیک کنم. من اینجا کلیک میکنم، خب نشست سطح زمین به این صورته. مقدارش چقدر؟ ماکسیمومش 1.5 سانت نشست داره سطح زمین. فلشا رو که بزنم این بهتر نشد. این توی فاز آخر میتونم تو فاز قبلی هم نگاه کنم ببینم مقدار نشسته چقدر بوده. دیگه هم تو کمتر میشه. هی که جلو میریم و اون حفاری ساخته بیشتر میشه، این نشست هم بیشتر میشه. خب جابجایی افقی هم میتونم ببینم که حالا این رو مثلا مدل اسکیلش رو بیشتر کنم که بهتر معلوم بشه. خب دیگه هر خروجی بخوایم جا تنش باشه، نقاط پلاستیک باشه، اینجا میتونم همه رو ببینیم. نقاطی که کلاهک رو تاچ کردن و دچار سخت شدگی شدن اینجاست. نقاطی که از لحاظ کششی گسیخته شدن ایناست. نقاطی که دچار سخت شدگی شدن و غیره. تنش‌های در جهت X که این حالا نشون میده اینجا تحت کشش، اینجا که منفی تحت فشاره چون تمایل داره به سمت پایین خم بشه و این میتونیم من انتخاب میکنم هر سازی که تو این کاد بیفته رو به من میگه کدوم رو میخوام انتخاب میکنم. اینترفیس و ویو رو میزنم. تنش‌ها و جابجایی که اطراف اینا رخ داده رو من میتونم اینجا ببینم. ما کنیم سیگما N تنش که عمود بر سطح به این صورته. تنش زیر اینم میتونستم فقط همین یه دونه رو انتخاب کنم، اینترفیس زیر این انتخاب کنم و تنشی که زیر سازه ایستگاه هست رو ببینم فقط. و میتونم نیروهایی که توی سازه ایجاد شده رو ببینم. اینو من میزنم میگم که میگه کدوم رو میخوای که نیروهاش رو ببینی. ساز نهایی میخوام، اینجا میتونم انتخاب کنم که کجای ساز نهایی رو. خب میگم هرچی از کل ساز نهایی رو واسم که اسمش FLC25/7 هست رو به من نشون بده. خب اینا رو اینجوری دیگه به جای اینکه بیایم پلیت مجازی تعریف کنیم مثل حالتی که توی ورژن قبلی بود، ورژن قدیم بود، خیلی راحت میاد اینجا خودش اینو رو حساب میکنه. در اصل این واسه هر کلاستری که توی قسمت استراکچر ترسیم شده. واسه اینکه اینو بهتر ببینی من میتونم بیام این متریال رو مثلا نصب کنم. کلاستر برداری که نه. خب اینو میتونم اینجوری و میتونم گزینه دیگر رو بزنم و این اطرافش هم حذف کنم. خب ماکسیموم مومان خمشی که داشته 1453 کیلونیوتن متر بر متر بوده به جای هر متر عمق، چون 162 متر عمق داشت دیگه. و اینجا بود اونم که مقدار دقیقش رو بخوای باید بزنی این تیبل رو بزنی و از این جدول مختصات این سازه رو میده و میگه که کجاش نیرو محوری چقدره،
نیرو برشی چقدر، مومن خمشی چقدر توی ایکس و ایگرگ این سازه، اسم کلستر هم میده. هر اطلاعاتی که بخوایم میتونیم به راحتی از این خروجی بگیریم. واسه پایلا بخوایم بالا مثلا واسه بخوایم تاریخچه بگیریم، مثلا توی تمام فازا اینو میزنیم و توی تمام فازا که حالا فقط توی یه فاز فعال بوده نشون میده که مقدار مومان چجوری تغییر کرده. و حالا مثلا من که حالا نقاط چیز من انتخاب نکردم، نقاط تاریخچه‌ای که بخوام تاریخچه تنش ببینیم یا تاریخچه جابجایی خروجی تاریخچه خاصی ببینیم، از این قسمت کرو منیجر باید این کارو بکنم. خب من میخوام پایلا رو ببینم چه نیرویی تو پایلا ایجاد شده. خب این نیروی پایلا که حالا اینجا چون میبینین هندسه‌اش تغییر کرده اینجا یکم به هم ریخته. خب نیرو محوریش اینجوریه، مقدار ماکسیمومش 2641 کیلونیوتن بر متره که ما مقدار این رو چون تقسیم بر 2 کردیم سختی محوری و خمشی رو دوباره باید ضرب در 2 کنیم که مقدار واقعی به دست بیاد. پس این اسپیسینگ نیرو، هر نیرویی که توی این کلاستر ساز نهایی به دست اومده همون مقدار خودشه، ولی مقدار جاهایی که ما اومدیم محیط معادل تبدیل کردیم، یعنی تقسیم بر اون اسپیسینگ کردیم، دو متر بود آکس شمع دیگه. این حالا اینجا باید ضرب در اون کنیم مقدار نیروها رو. تقریبا میشه 5200 کیلونیوتن بر متر. نیروی برشی یا نیروی مومان خمشی هر چقدر بخوایم، جابجایی هر چی بخوایم اینجا میتونیم خروجی بگیریم. خب